اینجا زیر میگیری بلند میشی میاریم تو اینجا، تو این حالت ها. تو این حالت ها بچه های ما یا اصلا کلن کشتیگیر ها بعضشون گیر میکنن. چرا؟ چون دفاع حریف خوبه رو پاش وای میسته، مچای حریف ها میگیره، مچای منو بگیر اینجوری میگیره، اینجا گیر میکنه. تو این حالت ها چند تا حالت داره میتونی حریف رو خاک کنی. اول که اصلا این کار رو به هیچ عنوان انجام ندید چون اشتباه محضه. اینی که الان اینجوری گرفتیم میخوایم خاکش کنیم، خب میگم بعضی از بچه‌ها من دیدم پاشون اینجوری می‌ذارن، اینجوری می‌ذارن، این الان افتاد زمین. ولی اگه یک از کشتیگیر حرفه‌ای باشه اصلا همین چیزی نمیخوره، سریع خودش رو جمع و جور می‌کنه، یعنی خودت میمونی اون زیر اگه بزنی. اینو میارن اینجا، میارن اینجوری می‌کنن، اینجوری می‌زنن. این ریسکیه، یا میخوره یا نمیخوره، اصلا چه به نظر اصلا نمیده. اصلا کلا این حرکتی که اینجوری میکنی این اصلا اشتباه. اینو گرفتی دو سه تا مدل داره الان کار میکنه. اینو گرفتی اینجا حرکت، اینم بچه من گرفته حرکت میکشه سمت بالا، سمت بالا، کشش به سمت خودم بالا، گرفتن داریم کار میکنیم. اینجا کشش نگاه کن، بازه میارم به سمت خودم میکشم، نگاه میکشم میارمش بالا. الان نگاه کن کنترلش به هم خورد، اینجا خورد پا جلو پا، یا بعضی موقع پاهاش در میره فقط خوشگل میشه میاد بالا قشنگ میخوره زمین. بعضی موقع فقط دستش جدا میشه. موقعی که دستش جدا شد من اینو کشیدم اومدم بالا، نگاه دستش جدا شد، پا جلو پا پرس میارم جلو خاکش میکنم. حالا ببین نگاه دو حالت داره، یکی این وره از اینجاه، خب تو این حالت اینو نگاه کن پس بازه. یه موقع از این حالته، این حالته نگاه کن، من زیر سرتو گرفتم آوردم بالا. این برای چیه؟ زیر سر بیرونه، تو این حالته. این توه چیه؟ سرتوه اومده اینجا. تو سرتوها همینجوری نگاه کن، باز این اشتباهه، این حالت اشتباهه، اینجوری. این هم یه فن علکی به نظر. این میاد اینجا اگه خیلی دفاشون باشی میچرخه دست منو میگه نمیذاره خاک. اووردی اینجا یه لحظه شونه من شونه میادم پایین اینجا افتاد. نگاه کن این اینجا گرفته، اینجا نگاه کن شونه میارم پایین میگیرم